صدا چی بود؟ بعد از این لیوان بدم میومد. من بچه آخرم. آف کورس که هر اتفاقی بیفته تقصیر من نیست. من بچه اولم. آف کورس که هم تقصیر منه هم من باید تمیز کنم، حتی اگه اون کار انجام نداده باشم. حرف نزن، تمیز کن، زلیل مرده. من بچه وسطم. آف کورس که به بابام میگم بیاد حساب کنه. من بچه آخر خانوادم. آف کورس که هر چی میخوام باید داشته باشم. هاینی بفهم. آقا اینم حساب کنید. بفرما. مرسی. بسلام. من بچه اول خانوادم. آف کورس که به غیر از وسایل خودم، وسایل خونه رو من باید حساب کنم. من بچه وسط خانوادم. آف کورس که من دارم میرم بیرون. کی برمیگردی؟ معلوم نیست. باشه مامان جان، مراقب خودت باش. من بچه آخرم. آف کورس که هر جا دلم بخواد میرم و میام. هاینی من دارم میرم بیرون. ساعت 8 خونه باشم. مامان تازه ساعت 7. به من ربطی نداره. 8 و 1 دقیقه نشه. من بچه اولم. آف کورس که محدودیت تایمی دارم. من دارم میرم بیرون. من دارم میرم بیرون ها. راستی نگفتم. من بچه وسط خانوادم. آف کورس که هیچ کس بهم هیچ اهمیتی نمیده. من بچه اول خانواده‌ام. معلومه که خانواده هر کاری بخوام بکنم با من مشورت میکنن. من بچه وسطم. معلومه که من بچه آخر خانواده‌ام. معلومه که خانواده هر کاری میخوام بکنن در آخر کاری میکنن که من میگم. من بچه اولم. معلومه که تو همه دعوا همه کاسه کوزا سر من شکسته میشه. من بچه وسطم. معلومه که من بچه آخرم. معلومه که تو همه دعوا حقوق من میدم. من بچه اولم. معلومه که پول تو از بقیه برادر خواهرام کمتره. خدا نمیدونه. بگو حالا، ناراحت نشو. الکی شوخی هم حدی داره دیگه. اشکال نداره دیگه، بگو. من بچه من بچه آخر خانوادم. معلومه که پول تو جیبی من از همه بیشتره. من بچه اولم. معلومه وقتی مامانم نیست من مامانم. کجا؟ من بعد این خونه برم. چرا؟ خب مسخره شده. یه شوخی هم حدی داره. بابا شوخی کردیم بابا، بیا. من بچه آخرم. معلومه که همه توجه رو منه. بابا بکن.